سلام قشنگای من علی. آقا ما منتظر ترنیم که بیاد بریم سمت یه جایی دیگه، با ما باشین ببینیم میخوایم کجا بریم دیگه. ترنمون هم رسید، بریم سوار شیم که کلی کار داریم بچه ها. اینجا سوار ترنمون رو شدیم، رفتیم سمت شهر بازی. آره دیگه، همونجوری که میبینید این پای من علیه، اینجا هم شهر بازیه. یه شهر بازی خیلی خفن، خیلی باحاله به نظر من خودم عاشق شهر بازیم. بعد از اینجا رفتیم باغ وحش. آقا رفتیم باغ وحش، من این اسبه رو دیدم اول ورودی، دیگه نشد براتون جاهای دیگه هم ویدیو بگیرم. خیلی از این اسب خوشم اومد، واقعا خوب. خب بچه اینجا اومدیم پیش این مارا که علی خیلی این مارا رو دوست داره. واقعا خیلی مارا نمیدونم یه وایب خیلی باحالی به آدم میدن، ولی نمیدونم این مارا چرا اینجوری بود، هی کله‌شو میکوبید به دیوار. خلاص من تا الان ویدیو اینو میبینم خیلی خندم میگیره، نمیدونم چرا اینجوری بود. اینه که همجور واسه خودش ریلکس کرده بود، راحت نشسته بود و اینا دیگه. هیچی آقا، رفتیم سراغ اون دومیه، اونم خیلی باحال بود. یعنی قشنگ زیر اون بخارای آب گم شده بود، اصلا نمی‌دونم چطور خفه نمیشن اینا زیر اون آب و بخار و اینا دیگه. خلاصه بهتون بگم اینم که اصلا واسه خودش مبنات کجا بود، به افق محو شده بود اصلا. خلاصه دیگه آقا رفتیم سراغ مار بعدی. یه مار بود، حالا بهتون میگم بعدن اگه الان بهش رسیدیم بهتون میگم. ولی نمیدونم بچه‌ها چرا این مارا اینجوری دور خودشون حلقه میزنن و چی میکنن، چرا مثلا اینجوری حرکت نمیکنن؟ نگاه کن فقط خوابن. اصلا هرسم میگیره وقتی میرم میبینم، خیلی تنبلن واقعا. این ماره که بود خیلی آقا، این ماره وحشی بود. احساس میکنم این اگه آزاد بود 100% همه رو میخورد. خیلی یه ماره خیلی چی بود. علی الان اینجا انگشتشو میگیره از پشت شیشه، قشنگ میخواد علی رو بیاد بگیره. نگاه کن، نگاه پای دهنشو بذار. البته میفهمه که اینجا شیشه است، نمیتونم غلطی بکنم، ولی خب اگه نبود واقعا این معلوم بود این از این وحشی‌ها بود، خیلی بد بود. ولی نمیدونم چرا میترسم میبینمشون. اینجا هم که این چیا بود اسمش یادم رفت، لاک پشتا بودن، خیلی خوب بودن بچه ها، خیلی خوب بودن. یعنی من میدیدم عشق میکردم، فقط شنا کردنشون رو ببین، خیلی دوست داشتم من. یعنی این ویدیوی این چی میگن بهش، همین ویدیوی همین باغ وحش و اینا رو میبینم خیلی ذوق میکنم، نمیدونم چرا خیلی خوشم میاد. کلا از حیوونا خیلی خوشم میاد. الان میخوای پیشش کی بری؟ الان میخوای پیش کدوم حیوان بری؟ سلام بچه، با من باشید. میخوام برم پیش میمونای قرمزی. آقا شاید من خیلی با ادبه، یعنی که هر کلیپی که میخوام مثلا یه بار کات میکنم دوباره میخوام بگیرم یه سلام بهتون میکنه. سلام ما رو پذیرا باشین. بچه بیایید با من بریم بهتون یک چیزایی نشان میدم، کیف کنید. کیف بیایید با من. واقعا من نمیدونم این میمونه دیگه چوچه میمونه، این چوچه میمونه سینه سفیدی بچه هم ببینیم دیگه، خیلی باحالن. بیا 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 اومدم. بیا خانم. اینا هوا گرمه، رفتن زیر سایه. شناسنامه رو بگیر. این شناسنامه سینه سفید پشت سیاهه. شناسنامه چیه؟ سینه سفید پشت سیاه. چی؟ سینه سفید پشت سیاه. اون برا داشته باش خرس قطبی قهوه‌ای. بنازم قدرت زیبایی رست. سعی کنیم در حال وزن کم کردن. سعی کن این در حال ورزش کردن. سعی کن داره پیاده روی میکنه بچه. قشنگ اینقدر که چرخیده عضله سازی میکنه. سعی کن الان دیگه خسته شدی مومو خانه دید بس. نه دور خود زیاد کرد. ناز نفسه.
قناری. شناسنامه نداره نه فکر کنم شناسنامه‌اش اون طرفه. آره. ابهاتی داره. ابهاتشو دوست داری؟ یه دو تا از اینا داشته باشی. اینو دور برو اونوریش یکی دیگه. من که همینجور دارم برات میگیرم ویدیو تو. بیایزم. اینم که شناسنامه این میموناست. بچه این میمون این اصلا بی خیال از هر خیالیه نگاش کن. بچه این میمونا به نام میمونای پوست قرمزی معروفه. خدای اصلا بی خیال از هر خیالی. اون یکی با حال خودش. نگاش کن. بچه نکته رو هر کی فهمید تو کامنت ها بهمون بگه. با هم دیگه بخندیم. علی تو فهمیدی نکته رو؟ این بسیار ایوان نر بزرگی بود. بسیار خطرناک. خیلی خطرناک بود. بریم سمت پرنده ها. یعنی تو فقط عاشق پرنده جات. بریم پیش پرنده ها. بچه ها اینجا که میبینید گرگ‌ها در حال دوزه کشیدن است. گرگ‌ها به صدا در اومدن. این یعنی آجیر خطر. اینه که میبینید یعنی آجیر خطر. یک بچه‌شان به دنیا آمده اینا جشن میگیرن. فکر کنم عروسی داره. ببینین چه صدایی دارن. چقدر صداهاشون قشنگه بچه‌ها. یه گرگ دیگه همون اینجاست. نفسه. اینا چرا دارن اینجوری چی میکنن؟ خط نشون میداشم چرا جنگ است. سگون چرا سگ میدن؟ فکر کنم یا موقعی جفتگیری هست چیه؟ آلفا شعار سگو چی به نظم چرا سگو یکی نیا؟ اون یه دونه که اونجا نشسته یعنی؟ نیا کن سر زیر سر از یکی نیا یه دقیقه میکروفون منو میگیری؟ بچه ها قشنگ نشون بدم. این یکی ما رو نجاده احترام بود. واقعا خیلی باحاله. نگاه اینجا قشنگ همه به صف وایسادن. بچه ببین چه قشنگه. یعنی اون یه دونه که اونجا خوابید الان دوتا شدن. خب اون پشت سریه نه یعنی اون نه اون جلویه. یعنی یه جورایی داشت به اینا دستور میداد که اینا سر صدا کنن و داد و بیداد کنن. اینا با هم دیگه داشتن زوزه میکشیدن. خیلی قشنگ بود واقعا. من جلب توجه میکردن همه دقیقاً دیگه تمام شد. خیلی بچه خیلی قشنگ بود اینا. آقا اینجا بابایی داریم. بریم دقیقه بابایی رو ببینیم. بابایی قوچه درسته؟ بابایی بازه گوشی مثل منی باهوشی. این نجاتاش فرق نه حالا داشتن برمیگردن یا مه میگردن؟ برمیگردن یا مه؟ بیا بریم خانم. بریم علی میخواد کجا بره؟ کجا میخواد ببرتمون؟ اینجا فعلا چیز خاصی نداره. اینجا همش گوسفنده. اگه میخوای پیشه اگه میخوای پیشی چی میگن چیزا بری پلنگ اون طرفا اون سمت را داره. بچه اینجا انقدر پیچیده است که اصلا آدم نمیدونه از کدوم طرف باید بره چجوری باید بره. بیایید بچه ها بیایید مقام پیچیده ایونای خوب شما رو ببرم. بچه ها بیاین با علی بریم. علی این چیه؟ این قوچه نه؟ نه اینا که هستن بزای شاخدار. بزن اینا فکر کنم آره بزای شاخدار نجات دارن. اینا بزای کوهی هست دیگه. بزای کوهی بوزای کوهی بیا اینجا. صدای این چجوری علی؟ اینا صدای خاصی. ایدون گربه هم داخل از اونه. او گربه شانسی رفته. بریم روی پل طبیعت.
وای خدا لک‌لک‌ها رو نگاه کنین چقدر قشنگن. وای این چی علی؟ این دایران که باشه میدون دایی چی میگه دایی چی؟ میگه اردک شمالی. اردک شمالی؟ آره نه چقدر باز پرواز خوبه هم میکنن واقعا. مثل والا اردک های چند تا معمولی. دیگه شون اون طرفن. نه مثل اردک معمولی ها نیستن اینا پرواز هم میکنن. وای مرغابی ماهی خوار همچنان در حال شکار است. این دو جفت مرغابی ماهی خوار در حال شکار خزش میزنن برای ماهیان. چی میزنن؟ خزش. خزش. بچه ها ما رو بگیرید، این ماییم، این شما، این اردک ها. بچه ها این گوی و این میدان هر کی هر چی دوست داره ببینه. ولی خدایی خیلی حیوانای قشنگی داره. اون وسط هم هست ها. واقعا اون ور که هستم با خروسایی. اینا حتی مرغ خورسا رو ولی میکنن تو قفس، یعنی چیز میکنن چجوریه نشون میدن که مثلا نه نجاتا رو دیگه نجاتا. این تو قاز هست. یعنی از هر حیوانی که نجات داشته باشه اینجا نگه میدارن دیگه، درسته؟ آره این برام اون میگی باشم در حال تخم گذاری هست. این داشته باش. چه صدایی هم دارن. از این ور بچه این وریا دارن این وریا رو صدا میکنن که بلنشین بیان این طرف. وای اینجا یکی یه صدای خیلی باحالی دادن. این گروه این یکی گروه رو صدا میکرد خیلی باحال بود، میگفت بیاد این طرف. اینا از همون حیوانایی هستن که توف میندازن نه؟ چون گوزنای نجات داره نمیدونم نجات اینو کجایی هم. دختر اینجا اومدیم یه چیزی بخوریم من و علی، هم خسته شده بودیم هم تشنمون بود، واقعا خیلی گشتیم خیلی دور دور کردیم و اینا، خیلی بهمون خوش گذشت دیگه. اومدیم اینجا نشستیم یه چی میگن بهش لیمونادمون رو خوردیم و خوراکیامون رو خوردیم، بعد رفتیم. بچه بعضی جاها من صدای خودم رو میذارم بخاطر اینکه صدای آهنگه، بعد میترسم کپی رایت بخوره، به خاطر همین. آره دیگه بچه چون صدای موزیک اینجا بود دیگه من مجبور شدم خودم با صدای خودم حرف بزنم، بخاطر اینکه ویدیو از ترس اینکه کپی رایت بخوره مجبور شدم. هیچی دیگه. اینجا علی آقا اومد شیر مورد علاقه شو دید دیگه، اون شیرم ناز میکرد و اصلا تکون میکون نمیخورد. چرا اینا تکون نمیخورن حیونا؟ فکر کنم افسردگی گرفتن از بس که تو قفس بسته بودن فلان بودن، ولی حیوانای خیلی قشنگی ان. من واقعا نمیدونم چرا بیشتر از علی من عاشق این حیونا شدم. حالا اینجا موزیک قطع میشه، من صدای علی رو دوباره براتون میذارم، یعنی ببینین صحبت کردنمون و فلانمونو. الان نمیتونم بذارم به این دلیل که موزیک بود و منتظر بودم موزیک قطع بشه. مثلا موزیکش چجوری بود؟ 2 دقیقه میذاشت 3 دقیقه قطع بود، 4 دقیقه قطع بود، دوباره 2 دقیقه میذاشت 3 دقیقه قطع بود، 4 دقیقه قطع بود. نمیدونم چرا اینجوری بود. خلاص اومدیم پیش این یکی شیره دیگه، اینم خیلی باحال بود. این بازی خورده سرش بلند بود، اون که کلا خواب بود. چی شد؟ بچه اینجا 2 تا آسمان دارم. فکر کنم این ردیف کلا پره. بچه خانومش فقط یال نداره. خوابیده.
اینا هاشش از تو این پنجره خیلی قشنگ دیده میشه. نه با نه ترخیز سعی که دنبال یک پرنده میگرده چی میگرده کله رو جوری سیخ کرده جره شکار دم مهونه همچین سرسنگین هم نشسته بلایشه. خب ببینیم دیگه میخوای پیش کی بری؟ پیش کدوم حیوان بری؟ یا کفتار کفتار این داره میره اون طرفی. چرا؟ بیا این وری دارم ازت فیلم میگیرم. بیا این ور. اون تو جلوی اون داره وایستاده. گل رو چشم پاس آقا دارم میام. بیا این فیلمی عدد داشته باشیم فکر فقط تا همونجا میتونه بیاد. آقا بچه ها بازم یه سلام میتونه. آقا ما کارمون با باغ وحش تموم شد. یه کار جدید دیگه همون شروع شد. کجاست؟ کار جدید بعدیمون کجاست؟ شهربازی آفرین شهربازی. با ما باشیم وسایلاتون رو بهتون نشون بدیم چه وسایلایی دارن چه وسایلی میخوام سوار شم؟ نه چه وسایلایی دارن لذت بودن بقیه سوار شدن داخل وسایل ما کیفش میبریم با ما باشی یعنی میخواد بگه تو نباید سوار شی. نه من میخوام سوار شم بچه. وای اونو داشته باش حداقل 3 تا رو سوار میشم. یا علی آقا من اینجا اومدم کارتمو شارژ کنم. منتظرم شارژش کنه بهم بده. یه خورده یارو طولش میده ولی خب اشکال نداره صبر میکنیم. ما صبرشو داریم دیگه. اینجا صبر کردم تا بده دیگه. همین بچه ها اینجا هم که کارتمو خیلی با خوشحالی گرفتم. داره میرم سمت شهربازی. خب قشنگه آقا. اینجا به زور علی رو من آوردم سوار چرخ و فلکش کردم دیگه. تا آخر باشین خودتون ببینین که چرا به زور سوارش کردم. به خاطر اینکه یه خورده بنده خدا وسطاش دیگه حالش داشت بد میشد. مجبور شدیم که پیاده بشیم. الان هم از ترس نمیدونه داره چیکار میکنه. به زور دوربینو دادم فیلم بگیره. فقط الان میگه دوربینو بگیر. همین دوربینو فقط از دستم بگیر. بنده خدا خیلی ترسیده بود. حالا باز ببینین دیگه بچه ها با ما باشین. آره دیگه بچه ها اینجا که خوشحالم از اینکه میبینم علی رو بالاخره تونستم سوار یکی از این وسایلا بکنم به زور. حالا باز ببینین. آقا به خاطر اینکه علی این خورده فوبیا داره، یعنی از جاهای ارتفاع بالا و اینا خیلی میترسه، آوردیمش اینجا. گفتم بذار یکم ترسش بره. منو بیارید پایین آره دیگه خلاصه الان سرگیجم گرفته. قیافش صابه. حتی بگیرید منو چی دیگه الان داریم میایم پایین. آقای ترسو این میرسه زمین اینجوری میشه تا هوای هیچ حرفی نمیزنه. شما آمده پایین همه جمع نمانه چند دور میخواد بده؟ خیلی میخواد دورت بده علی. تا ترسات نریزه ولت نمیکنه. تقریبا الان 4مین دوره که داریم میخوریم. فعلا 4مین دوره که داریم میریم راه یکم ترسات بریزه. علی نشون بده دفعه اول یعنی همین الان اومدی سوار شدی چجوری بودی؟ چجوری گرفته بودی؟ نه در از اینجا چجوری گرفته بودی؟ نه اون یکی حرکته چجوری یادت رفتک اینجوری گرفته یا اینجا؟
سلام بچه ها. محسوب سوار من وسایلا شده. الان حالش گرفتاد بچه الان دور داشته باشید. وای من گفت سوار شیم من گفتم نه دور. وای بچه ها والایی ولی خانم من خوب نترس هست ولی وای آه. قطار به پایان رسید. بچه های سری دومه که میخواد بچرخونه. آقا من اینجا رفتم سوار این ترنه شدم، خیلی وحشتناک، یعنی اومده بودم پایین فشارم داشت میافت. دختر اینجا هم که داریم میگیم کارمون با شهر بازی و باغ وحش تموم شده، بازم به دلیل اینکه کپی رایت میخوره مجبور شدم صدا رو کات کنم، ببخشید. ولی همونجوری که بهتون گفتم اینجا کارمون با شهر بازی و باغ وحش تموم شد و اینکه الان میخوام برم یه جای دیگه. با من باشین ببینید میخوام دیگه کجا برم، چی کار کنم. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیوی ما رو دیدین. امیدوارم که دوست داشته باشین از اینجا به بعدشو هم. ولی حتما حمایتمون کنید، لایک کنید، سابسکرایب کنید بچه ها، کامنت بذارین حتما. مرسی قشنگای من. حالا باز با ما باشین ببینید داریم کجاها میریم، باز dاریم چی kar میکنیم. Aç kolları şimdi bakalım. Abla aç kolları kamerayı. Kaldır kolları. Ver diyeyim. Abi kendini de çek böyle. Kendini de çek. Rahat olun. Yavaş yavaş yavaş. بچه های عزیز دیگه نوبتی هم که باشه نوبت ما سوار شیم. ها؟ اینجام که من در حال قور زدن فقط دارم قور میزنم. حالا بنده خدا علی باشه میدم بگیره که چرا من گوشی رو ندادم دست خودشون. بنده خدا میگفت گوشی رو بدید من ازتون بگیرم، علی نداد، گفت نه ما روی اسبیم خودمون میگیریم. اینجوری و اونجوری دیگه بالاخره آخر ویدیو بهش دادیم، یه دور گرفت از همون. خیلی دیگه نزدیکیم. خیلی از دور قشنگ‌تر بود. مرد که Sev ablam saçlar. اینجا یه کوچولو از عکسامون فیض ببرین بچه‌ها. عکسایی که همون آقا ازمون گرفت. ولی خدایی بنده خدا میگفت از وقتی که من اومدم تو این کار به جایی که از سوار خوبی بشم عکاس خوبی شدم.
خدای واقعا راست میگفت، خیلی عکسای قشنگی گرفت. من عکساشو واقعا دوست داشتم. Haydi bakalım. Çak. Çak. Evet. Çak. Abi vur ayakları. Burada yetişen baba. Çak. Vur ayakları abi. Salla ayakları. Çak. 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 آقا ما دلمون یخ شد میریم خونه. بچه‌ها بهمون خیلی خوش گذشت امروز. براتون ویدیوها رو میذاریم. دقیقاً. کیفشو برید ببینید امروز ما کجاها رفتیم چیکارا کردیم. دوستتون داریم. خدا نگهدار. اینجا گفتیم بریم خونه، یه صندلی خالی بود، خب من نشستم. علی سراپا وایساده بود بنده خدا، هم خسته شده هم حالش گرفته است، اصلا نمیدونه داره چی کار میکنه، باز به دوربینم نگاه میکنه دیگه. گفتم از ترنم براتون یه خورده بگیرم. خلاصه خیلی دوستتون دارم بچه ها. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره واقعا. تا یه ولاگ دیگه از من علی. بای بای.